من گفتم میخواهم که وقت‌های آخر در اکثر تحقیقات‌هایی که در این سمت برده میشوند امروز دقت اساسی بیشتر به تاثیر مهاجرت، روند مهاجرت مهنتی به جنبه‌های اجتماعی، یعنی به عائله‌ها آنها، به فرزندان آنها، در تشکل یابی حس وطن دوستی یا که تربیت فرزندها، این عامل‌ها چگونه تاثیر میکنند و از اینها چی نتیجه ها برآمده ایستاده است. به فکر من این یک روند خوب است. چون تحقیقات امروز خیلی و خیلی ضرور هستند و من خودی من هم از آن تحقیقاتی که اون مشاهده های و تحلیل هایی که دارم در نظر دارم بیشتر میبینم که امروز آن همین روند مهاجرت مهنتی برابر اون که بسیار تاثیر عامل های مثبت دارد به حیات اهالی کشوری ما. این بهتر کردن سطح زندگی آنها، بلند برداشتن درجه مثلا معلومات نوکی فرزند آنها، بهبودی گرداندن ساحه جهت تندرستی، مسئله های تندرستی باشد. لیکن برابر این امروز کودکانی هستند که مثلا به پرستار، به پدر و مادر مانده تربیت می‌یابند، یا اینکه زن‌هایی هستند که شوهرشان بیرون از کشور برآمدند و عائله خود را ترک کردند و آنها امروز احتیاجی یا که نیازمند دستگیری هستند، یا اینکه مثلا بسیار حالت‌های می‌شود در خود واسطه‌های اخبارات عمومی مملکت چاپ شده است که شماره زیادی هستند که فافدیدند، یعنی نابود شدند در مملکت‌های خارجی کشور و امروز عائله‌های آنها در چه حالت است و چه احتیاج دارند. و متاسفانه چون یک بعضی معینی نشان دهنده ها یا که بعضی معینی تحلیلی در کشور خیلی کم است و بنابر همین گذراندن چنین تحقیقات هایی که بهادهی حالت واقعی این مسئله رو نشان میدهد خیلی و خیلی ضرور است. این تحقیقات آخرینی که گذرانده شده است گپ زنیم، هدف اساسی تحقیقات یعنی گروه های مقصدناکی این تحقیقات بسیار خوب به نظر گرفته شدند. یعنی این عائله های کم بضاعت هستند، این عائله هایی که مثلا پدرشان اونها رو سردار خواجگی اونها رو ترک کرده است، یا اینکه آن عائله هایی هستند که امروز خود زنها و مهاجرت رفتند و فرزند تربیت فرزند آنها به دوش خویشاوندان نزدیک آنها مانده است، یا اینکه درباره معیوبانی که در خواجگی موجود هستند گذرانده شده است. من میخواستم که باز با این تحلیل با این تحقیقات یک چیز علاوه همچون توصیه کنم که خوب میشد اگر به همین گروه های مقصدناکی که به تحقیقات داخل کرده میشوند اون معیوبانی که مثلا از در نتیجه مهاجرت مهنتی رفتن گرفتار شدند، یا اینکه اون عائله هایی که پدرشان یعنی سردار خواجگیشان فوتیده است و اونها مثلا کمک کردن و حالت اونها رو بها دادن همراه کرده شود، یا اینکه امروز ما میگوییم که مهاجران مهنتی در بین زن و مهاجرین در بین زنان خیلی زیاد شده است. در اینجا تحلیل ها خوب نشان داده شده است، خصوصا در منطقه سوخت این چیز به نظر میرسد. ولایت ختلان که